بچه که بودم وقتی شبها در آغوش مادر بزرگم کنار دستش می نشستم، گاهی چشمم به آسمون می افتاد و با دیدن ماه توی آسمون ذوق می کردم. مادر بزرگم یه جمله‌ای داشت که هنوز بعد از سالها تو ذهنم مونده. وقتی ماه رو می دیدیم به من می گفت بگو ماتیتی بابای منو ندیدی؟ اون سالها من خیلی کوچیک بودم. پدرم گاهی برای کار سفر می رفت و ممکن بود 1 هفته 2 هفته یا حتی بیشتر برنگرده. و برای یک کودک ماه فقط ماه نبود. شاید یه جور همصحبت بود. شاید یه نشونه بود. شاید چیزی بود که میشد ازش بپرسی بابای منو ندیدی؟ بعدها وقتی بزرگتر شدم یه سوال دیگه درباره ماه ذهنم رو مشغول کرد. وقتی تو ماشین میشنستم و از پنجره بیرون رو نگاه میکردم میدیدم هر جا که میریم ماه هم انگار با ما میاد. با خودم فکر میکردم ما داریم حرکت میکنیم، پس چرا هر جا میریم ماه هم با ما میاد؟ اون موقع جواب علمی این سوال رو نمیدونستم، اما همین پرسش کودکانه باعث شد ماه همیشه برای من چیزی بیشتر از یک جرم آسمانی باشه. ماه برای من تبدیل شد به یک تصویر، یک خاطره، یک احساس، یک معنا. سالها بعد فهمیدم شاید چیزی که اون روزها من رو جذب ماه می‌کرد فقط خود ماه نبود، نوع نگاه من به ماه بود. و شاید این موضوعی باشه که امروز بهتره دربارش با شما صحبت کنم. دیدن. نه فقط دیدن با چشم‌ها، بلکه دیدن همراه با توجه. دیدنی که در اون جهان کمی بیشتر از چیزی که به نظر میرسه خودش رو به ما نشون میده. ما در طول روز با هزاران چیز روبرو میشیم. از کنار درخت‌ها رد میشیم، آسمون رو میبینیم، صدای بارون رو میشنویم، آدم‌ها رو میبینیم. اما چند بار واقعاً مکث میکنیم؟ چند بار واقعاً نگاه میکنیم؟ گاهی یه چیز برای ما کاملاً معمولیه، اما برای یک انسان دیگه معنای عمیق داره. برای یه نفر یه درخت فقط یه درخته، اما برای یه نفر دیگه شاید یادآور یه خونه قدیمی باشه. برای یه نفر یه آهنگ فقط چند تا نوت کنار همه، اما برای یه نفر دیگه ممکنه خاطره یه آدم، یه دوره از زندگی یا یک احساس باشه. برای یه نفر ماه فقط ماهه، اما برای من هنوز گاهی همون ماهیه که مادر بزرگم تو ایوون نشسته بود و منم کنارش نشسته بودم و به من میگفت بگو ماتیتی بابای منو ندیدی؟ شاید جهان بیرون از ما همیشه همون جهان باشه، اما چیزی که تجربه ما از جهان رو میسازه نگاه ماست. ما فقط واقعیت ها رو دریافت نمی کنیم، ما به اونها معنا می بخشیم. تجربه ها، خاطرات، احساسات و داستان هایی که با خودمون حمل می کنیم باعث میشن یک اتفاق یا یک تصویر برای هر کدوم از ما معنای متفاوتی داشته باشه.
شاید به همین دلیله که دو نفر میتونن به یک منظره نگاه کنن اما دو جهان متفاوت رو تجربه کنن. یکی فقط منظره ببینه، یکی دیگه یه لحظه از زندگی رو ببینه. امشب که داشتم رانندگی میکردم دوباره ماه رو دیدم. یک هلال باریک و نقره‌ای تو آسمون و بالای اون یک ستاره پرنور می درخشید. تصویر خیلی ساده‌ای بود، اما من چند لحظه مجذوبش شدم و نمیتونستم چشم ازش بردارم. با خودم فکر کردم چند نفر امشب از کنار همین تصویر عبور کردن و حتی متوجهش نشدن و چند نفر شاید مثل من چند ثانیه ایستادن و بهش دقیق و با توجه نگاه کردن. نمیخوام بگم یک کدوم از اینا بهتره یک کدوم بدتر، نه. فقط میخوام بگم شاید نوع نگاه ماست که با هم متفاوته و به همه چیز معنای متفاوتی میبخشه. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که در زندگی امروز کمرنگ شده توانایی شگفت زده شدنه. توانایی این که هنوز بتونیم از یک چیز کوچیک چیزی بزرگ رو تجربه کنیم. بچه‌ها این توانایی رو دارن. یک کودک میتونه با دیدن یه مورچه، یه برگ، یک قطره آب، یک پروانه چند دقیقه غرق شگفتی بشه. چرا؟ شاید چون هنوز جهان براش کاملا عادی نشده. هنوز همه چیز رو با عجله نمیبینه و از کنارشون رد نمیشه. چون هنوز ارتباطش با جهان قطع نشده. شاید یکی از راه‌هایی که میتونه ما رو دوباره به این شگفتی برگردونه این باشه که دوباره با جهان اطرافمون ارتباط برقرار کنیم. نه فقط با آدم‌ها، با طبیعت، با صداها، با لحظه‌ها، با چیزهای کوچیک. گاهی کافیه چند دقیقه در مسیر قدم بزنیم و واقعاً حضور داشته باشیم. به صدای برگ‌ها گوش بدیم، به تغییر نور نگاه کنیم، به آسمون نگاه کنیم و راحت از کنار هیچ چیز رد نشیم. یادم میاد من بچه که بودم تو حیاط خونه مادر بزرگم یه جوی آب رد می شد و یک تخت چوبی رو جوب آب گذاشته بودن و درخت گیلاس، درخت آلبالو و درخت آخچنبات می گفت مادر بزرگم بهش، یه جوری یه نوعی از زردالو بود. اینها سایه‌شون می افتاد رو اون تختی که روی جوب آب قرار داشت. یکی از کارهای خیلی جذاب و خیلی دوست داشتنی برای من این بود که وقتایی که هوای کم گرمتر بود، خصوصا تابستونها، میرفتم روی اون تخت دراز میکشیدم و نور خورشید رو از لابلای شاخه های اون درخت‌ها نگاه میکردم. شاید یه زمانی به خودم می اومدم که نمیدونم تو عالم بچگی نیم ساعت گذشته بود، 1 ساعت گذشته بود و من همچنان غرق بازی با اشعه خورشید و شعاع نوری بودم که از لای شاخه ها میتابید و صدای جوی آب که از زیر اون تخت عبور میکرد. شاید همیشه جهان در حال حرف زدن با ماست، اما ما اونقدر درگیر فکرها، نگرانیها و عجله ها هستیم که صداش رو نمیشنویم. حالا میخوام این سوال رو از شما بپرسم: آخرین بار چه زمانی واقعاً از چیزی شگفت زده شدید؟ آخرین بار چه زمانی به یک چیز ساده نگاه کردید و احساس کردید چقدر زیباست که این چیز کوچیک در این جهان وجود داره؟
آیا هنوز چیزهایی در زندگی شما هستن که فقط با دیدنشون حالتون کمی بهتر بشه؟ شاید لازم نباشه همیشه دنبال اتفاقهای بزرگ برای خوشحال شدن و شادی بگردیم. شاید گاهی کافیه دوباره یاد بگیریم چطوری ببینیم. شاید کافیه چند لحظه مکث کنیم، به ماه نگاه کنیم، به یک درخت، به یک آدم، به زندگی. چون شاید جهان همون جهان همیشگی باشه، اما نگاه ما میتونه هر روز تازه تر و تازه تر بشه. تا دیداری دیگه، امیدوارم کمی آرومتر، عمیق‌تر و با شگفتی بیشتر به جهان نگاه کنیم.